ویدیو رو با دقت نگاه کنید چون زندگی خیلی‌ها رو میتونه تغییر بده. همه ما شاید یه کیفول یا یه کیفی داشته باشیم که توش یه سری چیز قدیمی پیدا کرده باشیم. دقیقا مثل همین کیفی که دارید مشاهده میکنید، سکه، اسکناس و هر چیزی داخلش میتونه باشه. شاید شما با خودتون فکر کنید گنج پیدا کردید، فکر کنید این سکه ها الان چندین میلیون پولشه، در صورتی که این سکه هایش ارزشی نداره دوستان. این اسکناس های تا شده حتی اگه سریالش روندم که باشه با این کیفیت ارزش خاصی نداره. این اسکناس ها ارزشی ندارن. این اسکناس ها زمانی ارزشمندن که نو باشن، نه با این کیفیت. این اسکناس ها با این کیفیت رو باید بذارید کنار، برای یاد و خاطره قشنگه نگه دارید. و اما این سکه ها هم قیمتی ندارن دوستان. با این کیفیت ها فقط و فقط کیلویی هستش. از کیلویی 200,000 تومان قیمت میخوره تا کیلویی 2 میلیون تومان، بستگی به کیفیتشون داره. این سکه ها هم کیلویی معامله میشه. گول این ویدیو رو نخورید که این سکه 500 میلیون میارزه، این سکه 1000 میلیارد میارزه. اینا همش دروغه و این سکه ها تماما کیلویی هستش، مگر سکه نقره باشه که این سکه هایی که دستبند مشاهده میکنید نقره نیستش. راه تشخیص سکه نقره رو تو ویدیوهای قبلتر گذاشتم، حتما ببینید تا آگاه باشید و آگاهانه زندگی کنید.